هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 49 ساله ساکن ناحیه شهرنو با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخله گفت نامبرده 3 دکبر سال 2021 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه در حدود دهه‌شان با مرد 45 ساله ساکن ناحیه مذکور جنگ و جنجال کرده، با تبر یک مرتبه به گردنش زده، بعدا آخران را آتش زده به هلاکت رسانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر حادثه و سبب این مناقشه مرگبار دو همدیه هنوز دسترس نیست. به مرد دستگیر شده از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، ولی اگر این کشتار همچون کشتار با بیرحمی مخصوص جمع بست شود، به او از 15 تا 25 سال زندان تهدید خواهد کرد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه رودکی با عریضه مرد 46 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب دوم به 3 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل آقلخانه‌اش یک سرچاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3200 سامانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مردان 30 ساله و 26 ساله ساکنان ناحیه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شدند. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 3 دکبر تخمینا ساعت 17:10 دقیقه راننده ماشین بارکش تمغه دولان شاکمن دولتوف الهام محمودوویچ سال تولدش 1969 ساکن ناحیه یوون هنگام حرکت در حدود ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خردسال سلیمانوف عبدالرحمن کاملجانویچ سال تولدش 2020 ساکن امین ناحیه را پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در یک هفته آخر این الکه چهارمین کودک خردسال است که بر اثر صدمه‌های نقلیاتی غرورمک شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داد که روز 1 دکبر در دو صدمه در پنجکند و مومن‌آباد دو کودک بر اثر صدمه‌های نقلیاتی به هلاکت رسیدند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها راه‌های خطرناک به شمار می‌روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های جمهوری 100 نفر از جمله 10 کودک هلاک یا مجروح می‌شوند. در سال 2020 بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. بنا به آخرین آمار رسمی در 9 ماه اول سال 2021 در 787 صدمه در راه‌های تاجیکستان 290 نفر هلاک و 869 نفر مجروح شدند.